درود. به پارت بعدیه، پارت سوم نوشیدنی عجیب غریب. خوش اومدید. خاره این نوشیدنی عجیب غریب من تو ایزن چون باحاله، هم برای خودمون باحاله، هم فکر کنم برای شما که می‌بینید باحال باشه. البته ما که کی باشیم که بیایم به شما بگیم که شما چی باید بخوری چی نه. ولی خب اینجا مثلا میتونی بیای من و هونام نظرمون رو میگیم و نه اینا رو میخوایم به شما بفروشیم، نه اینا رو کارخونه‌اشو بابامون سهامشو داره. برای همین یه نظر واقعی میگیم. برای همین یه چیز واقعی خیلی خونه هوممیده. خیلی خونگی و خیلی میخوایم با هم ده 80 رفتم الان چقدر کریم. ویدیو نوشیدنی قبلی و قبلیش هم این بالا اون بالا میاد. میخوای آخر ویدیو بذار دیگه. مثلا 10 تا ویدیو بگیریم بچا اینجا بریم. بچا این نمیدونم چیه. یه چیز جالب پایش نمیشه کلا. ولی دابل بابل چرا اسم بابل؟ دابل بابل. آره دوبل. آره. دابل بابل کلا. نمیشه کولا یعنی یعنی کوکاکولا. خاصی کولا یه اسانس. باز کنم. من فکر کنم شما نمیتونید دارم باز کنی. بوش کوکاکولا ولی کوکاکولای بدون مزه است انگار. کوکاکولای رنگش هم محرومه. خوبه. رنگش هم همونه. بوش هم همونه، رنگش هم همونه، فقط بسه. من جای کوکاکولا بودم چه کردی؟ احمقانه است. من نمیفهم کوکاکولا رو رفته یه دونه 1.5 لیتری خانواده خریده. اومدن کوکاکولا رو بی کیفیت ترش عرضه کردن. بابل دابل. یکی ببر دو تا ببره. یکی بخر دو تا ببر. دو تا بخر یکی ببر. ببین اینو چقدر کسلبکه. من هیچی ندارم درباره این موضوع بگم. نوشابه‌ای که یکم گازش کمتره و بی کیفیت تر. باشه اینا همه نوشیدنی خنکن ها. ببین راستی اون دینگ دانگر رو دینگ دونگر داری بیاری بخوری؟ آره بذار بیارم. یه گوش رو با دینگ دونگه میخوام با. ویدیو دینگ دونگ هم لطفا برید این بالا یا اون بالا ببینید. ما هم یه اینو بذاریم کنار لطفاً. بریم برای آشغال که نوشابه بود دیگه. بیاردش میتونم فقط بگم. کثافت نجس. بریم بعدی. خب اونم چون گامی بود بابل بود، من اینم گفتم یه سه بابلی بیارم. من چرا این خارجی‌ها اینقدر چیزاشون شهر نو چاپا من دوست دارم بگم. اصلا خود اسمش آدامسه. چه آدامس گیلاس. آسانس همه گیلاس. آسانس. چه خوی مصنوعی میده. ولی چقدر خوشگله. من نمیخوام گوش کنم. چقدر مثلا خوشگله. گوش کن. رنگش ببین چجوریه. بابا خیلی خورد تو ذوقم. سفید که کرمه. اینا نمیشه سپارکلینگ، اونا نمیشه سپارکلینگ. اون ویدیو دیروز. بابا یه ویدیو گرفتیم به سپارکلینگ بود. کی بود؟ همین بود؟ خیلی آشغاله، یعنی یه حدی آشغاله که چرا مثلا یه دختر خمیر دندونی که گفته بودی برای چند تا ویدیو. آره اینا همون خمیر دندون. خیلی فانتزی. آره خیلی فانتزیه دیگه. الان مثلا یارو میگه که این چه حرفایی میزنی؟ یارو میاد ادبیه. بی‌ناموسای دلق. نه خوشمزه، نه واقعا بد نیست. خیلی آشغال. بریم بعدی. نمره آخر جوابی بیاریم بعدیو. بیاریم. یکم عجیبه، حالا میبینید. کولد برو نمیشه کافی. کولد برو کافی یعنی قهوه سرد دمی. یخ آب نباتی. قهوه چنانگی قهوه‌ایه. یا مشکی قهوه‌ای. آره. مخصوصا دمی. این چیه؟ این چه رنگیه؟ اوه اصلا چه ربطی به کافی؟ این امکان نداره. این امکان نداره. این هیچ ربطی به قهوه نداره بچه‌ها به خودتون و امثالتون احترام بذارید. قهوه رو باش بازی نکنید. قهوه نباید اینجوری باشه. خب من غلیظه. خوشمزه است. این قهوه رو باش بازی نکن. ببخشید اصلا میگم خوشمزه است. خدایی شیریتو رو مزه قهوه هم تهش میاد. نه آقای
حسن یه- حفر افندی. بچه اولش بذار من تو هم اینجوری هست یا نه. اولش مزه توت فرنگی و همون کندی و اینا میده. قورت میدی مزه قهوه میده. قهوه اومده بگه منم هستم. یه دونه مثلا قهوه توش ریخته، یه دونه دانه قهوه ریخته. حسن افندی چلو فکر می‌کنم کم کاری کرده. آره یه دونه نوشیدنی توت فرنگی خوبه با اسانس قهوه. وای ترکه. پاشی ماچاش هم میگرفتم ببینیم چیه. دیگه نگرفتید. دفعه بعد در نگرفتید. دیگه بعد بریم علی. وای نوشته که پاپینگ یا پاپینگ بال. پاپ کلا یعنی ترکوندن. بابل تی نمیفهمم دیگه. توش از این دونایی بابل تی باید داشته باشه. بابل تی چی هست اصلا؟ آخه بابل تی نمیدونم منو نمیشه گفت چیه. دیگه فهمیدین چیه دیگه. بابل تی من تا حالا زندگیم چون نخوردم هیجان داره. الان یه دختر 15 ساله میاد بو. یعنی بابل تی تا الان نخورد. هیچ بویی نمیده. دارم فکر کنم آره یکم بوی سیلسیزی. وایسا این فقط یه کوچولو بعد همین ساعت که اون بابل تیاش هم بیاد. اصلا جمع نیست دیگه. آره توش بابل تی داره درست. بابل تیاش چقدر عجیب غریبه. حس جالبی داره ولی. اولش اومدم میگم خیلی بده ولی خوبه. با این خیلی حال کردم. جالب بود. میدونی واقعا سیدنی سوینی زن جالب. میگه بخور هیچ چی همون ماده‌ای که دور قرصا میزنن که وقتی میری تو شکمتون آب میشه همونه. خیلی کم شیرین بود. آره و طعم خیلی جذابی داشت. این تنها نوشیدنیه که بهش نمیخورد آره. ولی خوب بود. من حال کردم. وینوت بگیرید. وینوت اینو بگیریم. بعدی آره همین بیار. این یه ذره توضیح داره. توضیح بده. این خب اول ظاهر معمولیه به نظر فعلا اینا. خب این پشت طبیعتاً نوشته و بارکدش نوشته اینا میاد. بعد یه دونه دیگه داره. یه لایه دیگه میاد. میکنی اینو یه لایه است. خود این یه دو لایه دیگه یه لایه دیگه است. خب یعنی خود این دفترچه است. از کجا اومده و سرنوشتش باز کنیم بخوریم. این سرنوشت جالبش که گرفتم این بود. سه لایه چیزه و الان داره اعصابم خورد میکنه اینقدر چسبیده. همین چیزا داره اعصاب خود این ویرجینه من میخوام در اینو وا کنم. باشه این ویرجینه دیگه درسته؟ این دیگه ویرجین نیست. دیگه قشنگ الان همش هندونه است بچه‌ها. مورگان فریمن. I can smell you. چقدر بده مارگاریتا چرا انقدر این بوی بده؟ این بوی زباله میده. همون هندونه قبلیه تو یخچال گفتم. مزهش بنز بوش بد نیست ولی نه همه هرچی ما هندونه طرف همون خوردیم ویرجین اگر میمون آخرین بیار تموم شه بره. جوسی درینک 100% نچرال ارواح عمه. بابا این همون میوه بود که بدبوه. اونه؟ سیقیه. آره دیگه. الکی وایسا راست میگی. حالا مگر نماچی چیه دیگه. آره دیگه بوی زباله میده دیگه داداش دیگه. بوی شاش میده دیگه. همونه. این اگر نوشیدنیشه ببین خودش دیگه. بوی شاش چقدر میده. غلیظه. خیلی غلیظه. حاجی بوی واقعا بدی میده دیگه. بی خیال دیگه داداش بی خیال دیگه. بو آب دهن نمیدونم بوی یه چیز بدی میده دیگه. بوی توفه. ببین نوشیدنیش با 100 کیلو شکرینه ببین خودش. وای ببین رنگش بده، بوش بده، طعمش بده. وای حاجی میخوری قشنگ میفهمی از اینجا داره میره پایین. طعم تکسچرش بده. بذاریم کنار. فقط من میگم بذاریم کنار. باشه اینو نخورید اصلا نگید. نمره بده. فقط سری نمره این صفر. من یعنی تو ویدیوهای قبلی گفته بودم به هیچ 0 یا 10 نمیدم ولی این صفر. یک. این یک یعنی الان این شد 0 این شد 2 این شد 2 5 هیچ کوکاکولا هست؟ کوکاکولا است دیگه. 9 6 میدی به این 4 شد 10 جمع. 9 این 9 بود واقعا. آره اینم 9 بود. نه اینو 8 من میدم. من اون میدم 9. اینو میدی 9. آره 17 اینجا 9. من اینو 9 میدم میشه 18. چرا حالا به نظرم اینجوریه؟ این به نظر من نوشیدنی خوبی بود. بینش این به نظرم از همه بهتره تست کنیدش. نمره خب اینا شد دیگه و دیگه این کارو نکنیم آخه دیابت در کمین است. کاری نداریم. خیلی خوب تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. خیلی خوب بود دیگه. چرا من همینطور واقعا تو هم اینجوری شدی؟ میسوزه زبانم میسوزه. چرا لبن داره اینقدر میسوزه؟ وای یه وارنینگ بعد بزنه این پشتش.
کالریش هم پایینه تقریبا. Trying to get money to cash out. Like you take your arm if you're looking for a handout. I've been on the move for a long time. Fighting with the man on my shoulder, I was dealing with self-doubt. All my life I've been the fucking underdog.